سلام. این رسید کارت ملیه. تمام ایرانی اینو میشناسن. آره. حالا من ردمر شدم افغانستان 10 روزه اینجا. خدا وکیل نذاشتن من بد بگذره، اصلا احساس قربت نکردم، ولی خب واقعا جای تأسفه. دولت روزی 5000 نفر داره رد مرز میکنه. نمیخوام بشمارم بگم چه پولایی میگیرن تو راه، به راهزنی مدرن که بخور معروف یه قلم شهرداری که میارن پایین جیبا رو بگرد فلان بازرسی بدنی بعد 1300 میلادی واقعا خیلی زشته. اونم برای مقامات ایرانی با 7000 سال قدمت و تمدن تو طرف و بخور معروف راهزنی کنی، لختش کنی بعد بفرستیش، بعد تازه میگی پس 50 تا تبعه ایرانی هم تو افغانیا قاطی شدن رفتن. حالا بالاخره ما برمیگردیم، فردا روزی هم خواهد بود.